به خدا گفتم برای آنکه دعای تو در نزد پروردگار قبول شود، اطب مطعمک. سعد گفت حلقت را از حرام خالی گردان، لقمت را لقمه حلال گردان، دعا در نزد پروردگار قبول می شود. از این خاطر بود است که حضرت صوفی علیه را خدا رحمت کند، وی می گفت تو ای صوفی که در بر می کنی دلق، کنه ول احتیاط از پاکی حلق. اگر حلقی کسی آلوده باشد، کجا در معرفت پالوده باشد. اگر حلقی کسی آلوده باشد، کجا در معرفت پالوده باشد. سگی که در پلیدی می کند رو،